به نام خدا بازی شروع میشه. بازی بین تیمای اسماعیل و امیررضای حسین پور. حالا پاسو میده اسماعیل به امیررضای موسوی. امیررضای موسوی با یه پاس پشت میخواد پاس بده که هند متین رنجبر میشه. حالا دعوا سر این که کدوم یکی از بازیکنان تیم اسماعیل ضربه هند رو بزنه. حالا اسامی دوتا تیم هم اگه خدمتتون عرض کنم، در دروازه اینور خلالو حالا زننده این ضربه سینا پاس عقب میده، پارسا میکاره، اسماعیل میخواد شوتو بزنه اما دیوار مستحکمی به نام متین رنجبر جلوشونو میگیره. امیررضای موسوی یه شوت میزنه اما ایمامد میگیره. ایمامد مصنعی. حالا دعوا اونجا بحث پیش میاد و پارسا توپو میخواد از امیرعلی موسوی بگیره. حالا توپ میره اوت و حالا اونجا وسط زمین خلل‌هایی وارد زمین میشه. حالا دوباره خطایی به پیش میاد که ببینیم چه خطاییه. فاضل قاسمی هم اونجا افتاده. حالا میگن که پنالتی، نه، خطا به نفع تیم امیررضا حسین پور شکل گرفت. متین رنجبر میاد سمت دروازه تیم اسماعیل. حالا ایمامد مصنعی میخواد بزنه، پاسو میده به امیرعلی موسوی. امیرعلی موسوی حرکت رو میکنه، حالا پشت سر میذاره سینا رو. حالا توپ اوت میره. حالا دروازه‌بان تیم اسماعیل شروع میکنه. اسماعیل توپ میخواد ولی توپ میرسه به امیررضا. حالا توپ میرسه به پارسا یه پاس بلند میکشه روش، توپ میرسه به تیم مخالف که امیرعلی اینا هستن. حالا سینا توپو میگیره. سینا یکی از بهترین بازیکنای این دوره از مسابقات. حالا سینا پشت سر میذاره متین ولی توپ به اوت میره. حالا اوتو میندازن تیم امیررضا حسین پور. از توپو از امیرعلی موسوی میگیرن ولی گله داره سینا از دست اسماعیل. حالا توپ به اوت میره از دست متین. حالا اسماعیل توپ میخواد ولی توپ میرسه به امیررضا توپ پاس میده به اسماعیل لو میده. حالا این تیم میرسه هندی نرکار نبود. حالا همتیمیا دعوا میفتن که دستش باز بود یا دستش بسته بود. حالا همتیمی های اسماعیل با هم هماهنگی لازم رو ندارن که بخوان ادامه همکاری رو داشته باشن با هم دیگه. حالا دعوا سر این که کی توپ اول رو بزنه، خطا رو بزنه به سمت دروازه امیررضا حسین پور. حالا اسماعیل میخواد بکاره که حالا اسماعیل فکر کنم خودش میخواد تنهایی بزنه توپ رو. حالا میزنه اسماعیل ولی توپ به اوت میره. تو همین بین من بازیکنای دو تیمو اسم ببرم. بازیکنان تیم اسماعیل ایمامد در دروازه هستش، اسماعیل رضوی، امیررضا موسوی، پارسا فلاح و سینای حاتمی هستن. و تیم اونور تیم مقابل که تیم امیررضا حسین پور است، دروازه‌بانشون ایمامد مصنعی هستش. حالا تعویض کرد متین رنجبر میره داخل دروازه، امیرعلی موسوی، فاضل قاسمی و امیررضا حسین پور که کاپیتان تیمشون هستن. تشویق بفرمایید. پارچه فلا رو گفتم. خواهشمند از بازیکنان هستم که فضولی نکنن، دخالتی در کار تیم بردار ما. پشت پرده خیلی بازیکنان خوبی هستن مطرح دنیا. آقای
طاها محمدی براش دست مرتب و گزارشگر بنده حقیر مستعان رنجبر در خدمتتون هستم. بریم به ادامه گزارش بپردازیم. حالا متین توپ اصلا معلوم نیست کجا میزنه. حالا تو میشه به علی محمد. حالا فوش رکیک به کار میبرن. حالا متین دوباره تو بهش میرسه. حالا علی محمد شوت میزنه و گل و گل و گل. گل برای تیم امیررضا حسین‌پور. خوشحالی هم میکنن تیم حریف. اسماعیل میاد به پشت پرده. سینا حاتمی یکی از بهترین بازیکنان این دوره از مسابقات هستش. حالا دعوا بابا. حالا امیرعلی موسوی توپو میگیره، جلو میاد میخواد گل دوم دبل کنه خودش. امیررضا موسوی پسرعموش توپو میگیره و دوباره توپ میرسه به متین توپو لو میده. سینا حاتمی دوباره خودش. حالا فاضل توپ میده به متین میخواد لایی بزنه، موافق است ولی در ادامه نه. اسماعیل توپو میگیره. اسماعیل با چهره ورزشکاریش همه رو دریبل میکنه. میره. چی میشه ته این بازی؟ اسماعیل میخواد گلو بزنه. اسماعیل چی کار داره میکنه؟ اسماعیل کدوم ور داره میاد؟ وای بازی چرت و پرتی در انتظارشون هست. حالا توپو میان بگیرن ولی نه، اسماعیل کسی نیست که به اینا باج بده. اسماعیل همه رو دریبل میکنه ولی متین توپو میگیره. متین لو میده. امیرعلی موسوی جبران میکنه. امیر محمد در مقابل امیر محمد 1-0 به نفع تیم امیررضا حسین‌پور هستش که بچه ها من اعلامم کنم. حالا امیر محمد مصنعی تو وسط زمین با دست میگیره وسط بازی. حالا ببینیم در ادامه چه خواهد شد. من سکوت میکنم که ببینیم در ادامه چه خواهد شد. حالا میگن که خطا به نفع تیم امیررضا حسین‌پور. حالا نگاه کنیم چی میشه. امیر محمد مصنعی پشت توپ، به نظرم که گله. حالا امیر محمد دروازه‌بانشو میگیره. حالا اسماعیل توپو میگیره. اسماعیل کسی نیست که به اینا باج داد. اسماعیل باج داد. حالا پارسا فلا میخواد توپو ادامه بده. حالا ادامه خطا روی پارسا فلا. فاضل قاسمی هرونتر. کاپیتانای دو تیم دعوا میافتن. آخرش چی میشه؟ کاپیتانای دو تیم من گزارش کردم آقا. کاپیتانا دعوا افتادن. حالا سینا حاتمی بازیکن خوبه این دوره هستش که فوتبالش خوب بد نیست. حالا امیرعلی موسوی میخواد دبل کنه. امیرعلی چی کار میکنی؟ امیرعلی وای توپ کورنر میره. حالا میخوان کورنر رو بزنه. امیر محمد مصنعی پشت توپ، ببینیم چه خواهد شد. حالا امیر محمد مصنعی میفرسته. امیررضا موسوی چه کاری میکنه؟ دفاعهای مستحکم. حالا ضد حمله بر تیم اسماعیل ولی ناکامن. توپ میرسه به امیرعلی موسوی، کسی که گل این ماجرا رو زد. حالا امیر محمد لو میده توپو. توپ میرسه به متین رنجبر و پارسا فلا کمکار هستن در این بازی.
حالا امیرعلی موسوی، حالا دوباره متین ساند رو میکنه ولی به هیچ کس نمیرسه. پارسا فلا بازیکن تیم اسماعیل که در شهریار آمول مشغول به بازی هست اینجا شروع میکنه. پارسا فلا در تیم زیر 9 ساله های تیم شهریار آمول یکی از بهترین بازیکناشونه ماشاءالله. حالا توپ لو میده، پارسا فلا دوباره میخواد جبران کنه، پا پس نمیکشه. پارسا فلا پا پس نمیکشه. حالا سینا حاتمی چه دریبلی زد این محمد مصنعی رو. وای. حالا سینا حاتمی پاسو میده به اسماعیل کاپیتان تیمشون. حالا میخواد پاسو بده ولی نمیرسه. امیررضا موسوی توپ داره، حالا فاضل قاسمی میره توپ بگیره ولی نمیتونه. فاضل قاسمی خطا میکنه به علاوه اینکه نتونست توپو بگیره. به نظرم میخواد پاس بده به اسماعیل ولی پاس بده به پارسا بهتره. اسماعیل پاس عقب به امیررضا دوباره پاسو میده به کاپیتان تیم اونور امیررضا حسینپور. توپو میزنه به سمت گزارشگر، فیلمبردار و تماشاگران این بازی. امیررضا حسینپور کمکاره. حالا توپ لو میدن و کورنر میشه. حالا این بار سبحان محمدی میره که توپو بده، دمش هم گرم. حالا ای محمد مصنعی که در این ور صحنه است توپو میزنه ولی متین از داخل گزگیوه. حالا توپ رفت داخل اوت. من استوبی میدم. سلام و وقت بخیر خدمت شما. نیمه دوم بازی بین تیم اسماعیل و امیررضا حسینپور شروع میشه. تشابه اسمی کردم ببخشید. تیمایی که در نیمه اول، حالا به این موقعیت ببینیم امیررضا حسینپور میخواد بازی کنه، حالا توپ به اوت میره. نیمه اولی که تیم امیررضا حسینپور با گل امیرعلی موسوی یک گل پیش افتاد و 1-0 نفع تیم ایناست. حالا ای محمد مصنعی وای. حالا پارسا داره چیکار میکنه؟ پارسا پاس 1-2 میکنه، پاس میرسه به پارسا توپو میگیره. حالا ببینیم پارسا داره بازی میکنه. حالا اینجا بحثی بین پارسا و ای محمد پیش میاد. حالا پارسا پاس میخواد بده ولی اسماعیل نمیتونه بگیره. حالا پارسا پاس نمیده. حالا پارسا فلا داره چیکار میکنه؟ امیرعلی موسوی توپو میگیره، امیرعلی موسوی پیش میاد، ای محمد رو دستشه. حالا پاس میده یا نه؟ به تیرک برخورد میکنه. حالا کورنر میشه. کورنر رو سریع پاس میده به کاپیتانشون. حالا امیررضا توپو میگیره، پاس میده به اسماعیل ولی توپ به اوت میره. حالا کلمه های رکیک میشه بینشون. پیش میاد. حالا کاپیتانه بین دو تیم شروع میکنن. اسماعیل که تیمش یک گل عقبه داره چی کار میکنه واقعا. حالا امیررضا حسینپور پاسو داد. وای رو دستش بازیکن داره ولی وای که خنگه. حالا ای محمد مصنعی داد بکشه سر سینا. پاس میرسه به پارسا. جدال بین دو کاپیتان. حالا کاپیتان تیم امیررضا اینا برنده میشه ولی ای محمد توپو در میاره.
امین محمد میزنه. پارسا توپو بگیر. امین محمد با پارسا جدال دارن، برنده کدومشونه؟ فعلا پارساه، ولی امیررضا توپو میگیره. امیررضا هم لو میده، اسماعیل میگیره. اسماعیل پاس پشتی به امیررضا موسوی میده. امیررضا خیلی داریم در این بازی. حالا تو هنوز به اون نرفته، سرنوشت این توپ چی خواهد شد؟ حالا میگه خطا به نفع تیم اسماعیلینا. آیا با این خطا میتونن گلو بزنن یا نه؟ گلو میزنن یا نه با این خطا؟ مثلا خطا به نفع تیم اون طرف بود، ببخشید. حالا اسماعیل، پارسا میگیره توپا، فاضل نمیتونه شوت کافیو بزنه، توپ امیررضا هم نمیرسه. حالا امیرعلی میگیره. امیرعلی خیلی خوبه داخل این بازی. سینار پشت سر میذاره. حالا چیکار میشه؟ سرنوشت چی میشه؟ تیرک. وای برگشتی آقا، برگشتی. تیرک بود به قرآن. مصطفی به قرآن تیرک بود. حالا امین محمد مصنعی هم خوب بازی میکنه. حالا اسماعیل کاپیتان تیم. حالا اسماعیل میخواد چی کار کنه؟ اوه چه؟ پاس لای میزنه. امیررضا حسین پور میاد چی کار میکنه؟ گل. سیسکاشو باید نشون بده. وای چی میکنه این کاپیتان؟ وای به نظر تیم اسماعیل تیمشو برداره بره بیرون زمین بهتره براش. تو 10 دقیقه 2 تا گل خورد. حالا میاد. حالا هند پارسا. همه چی به نفع تیم امیررضا ایناست. نگاه کنیم سرنوشت این خطا چی میشه. وای حالا با این متین نخواه